عمر زنگ زده پرس که در کجاست. خیریت خودت آمدی. عمر این دختر با ما دشمن بوده است و مرگ پدرش ما را گناهکار میکند. گمان میکند که سبب مفلس شدنشان ما باشیم و ما نفرت زیاد دارد. نیهال جواب نمیده. کار را آغاز میکنیم. تو را انتظار میشویم. تنها اشیاء مهم رو گرفتم میتوانم. آخر همه اشیاء اتاق برای من لازم است. رخت خواب، جوانم، همه‌اش برایم عزیز است. لباسایم رو نفروختید همینطور نه؟ میتوانم گیرم؟ تمام کردید؟ قرض ها رو پرداخت کردید؟ قسم زیادش رو پرداخت کردیم. باقی مانده اش رو آهسته آهسته پرداخت میکنیم. هر ماه 5000 لیره. لازم شود برای این گرده هایمان رو هم میفروشیم. با نوبت هر ماه یک کس. آنقدر نبود از 500,000 لیره. احمق، آخر ما 5 دنی پوچک هم نداریم. والا زنم. چی فکر دارید؟ باید چی کار کنیم؟ مادر، به کجا می رویم؟ در کجا زندگی می کنیم؟ آیا بار فکر کردید؟ چی را فکر دارید نمیدانم، نفهمیدم. فردا میفهمی. تالار سینما هم دارد. یک بدرونش درا بسیار کلون است. کلون است. چقدر که سیر کنی تمام نمیشود. ای در این خانه کار تمام شوی نداره. در این خیل خانه خانم خانه کار نمیکند. خدمتگار رو دارد. فرمان میدهی و در یک کنج خانه می نشینی. شما مرا از بیکاری کشتنید؟ خدا نگه دارد. آخر دست و پایم کار میکند. مثل پرنده ها در قفس نشینم. پدر خانه زینه پایه دارد.
دارد لیکن جایهای بزینه پایش بسیارتر با عربچه چه خیلی که خواهی سر گشت میکنی دنیا دنیای دو روزه می باشد در آنجا خوبتر بود آخر برای ما این خیل خانه چی لازم؟ قدریه خانم تجارتمون که کلان شد خانه هم باید کلان شود حالا ما 6 نفریم بعد 7-8 نفر اوه نصرت پسرم خوردگی دور شود کودک را شرم داروندی شرمنده شود برای من نبیره تولد نکردم حقشان نمین خدا خواهد به نزدیکی می شود پدر جان. به نزدیکی میگوید آخر 3 سال شد چرا منتظر شوم ها پسرم در فکرش نیستیم پدر حالا بر وقت است ما در سن سال شما آقای حمدی بچه ها را آسوده گذار دیگر گپ نزن دیگر هیچ چیز نمیگویم اکم اومدن. خیریه کو شاهزاده رو پیشواز گیریم آقای عمر خوش آمدید تو خودت را کی فکر میکنی؟ این چی کاری بود که امروز کردی؟ بدگم میزنیم نه خودی حاضر جواب میدی بازی را بس کن عمر عقلت را کار فرما برای شرکت قرارهای مهمی براریم اقدامهای جدید میگذاریم تو باشه چیکار میکنی؟ از باخوری میگریزی؟ بله میگریزم جسارتی ندارم که مقابل خانم نهال برای میفهمی تمامی اشیاءهایشون از دستشون گرفتیم شرکتشون رو خانه هایشون رو شن و شرفشون رو شرم کردم میفهمی برای همین گریختم آخر تو طرفی کی هستی؟ آیا ما مجبور از دست آنها گرفتیم؟ عمر ما کار میکنیم کار میکنم گفته یک اویله دیگر رو بدبخت میکنی یعنی تو من رو گناهکار میکنی؟ چی گپ هست اینجا؟ چی دعوا دارید؟ دعوا رو ما برد کردیم برادرم باشد ما رو گناهکار میکنه گفتنی هستم که از حد گذروندیم نه تنها اونها رو از کارشون بلکه از خونهشون محروم کردیم پدر آیا با این کار مجبور بودیم اونها رو در خدی کوچه پرتافتیم تو از خردسالیت پسر رحمدل بودی راست میگویی ما نباید در این مسئله تندروی میکردیم ما حقوق پیش کردن آنها رو نداریم آنها باید خانه کوبند همین که خانه پیدا کردن خانه رو البته خالی میکنن پگاه رفته با آنها صحبت کن برای خانه رو خالی کردن سراسیمه نشوند من رو ها؟ اوی خواستی تو همین نبود؟ پس رفته گپ زن مایلش پدر پگاه میروم همش رو میفهمونم بیا رفتیم خوراکمان خنک شد بیا آفرین در این خیل حالت ها هم برای خود وقتی نغمه بازی را میابی معلوم که برای تو به خانگیمان اهمیت نداشته بوده است برای او شده همون بچه کم بغل تو را خوشبخت میکند بله شاید او اما باز در کدام سطحی که نباشیم او مرا قبول کرده میتواند همه ثروتمان رو از دست دادیم اما تو باشی میگویی که درش بور کرده البته راست میگویی چه خیلی که نباشد اکنون بین شما فرق نمونده است یک جای فقیرانه شاد و خرسند زندگی میکنید نیهال و نامش چی بود؟ عمر عشق پاکی نیهال و عمر وقتی آخر در اطرافمان عمرهای بسیار پیدا شدند عمر کارجان عمر تو پری او را با عمر کارجان برابر نکن عمر من از آن عمر فرق دارد آن عمر مثل آنها دوز احمق نیست همین طور بله در حولی هاوس هم بوده است. شنیدی نصرت جان؟ پدرم گفت که کودکا او بازی میکنند. بسیار خوب پولت تلویزیون را با من افتاده نصرت چند مرتبه گفته بودم که اینها رو یک جا نگذار بختمان بسته می شود. تو چی این گپ را قصدن میگویی؟
قیچی و شانه یک جا بخت رو میبندد میگویند. وقتی که ما یک جای شویم بختمان بسته میشود. چند مراتب به تو گویم سوالهای تو به دلم زدن. گفتم که در اندیشه فرزند نیستم. من هم میخواهم فرزند داشتن میخواهم. شنیدم رو گفتم. نگو دیگر چیزی نگوی. مرا در نزد پدرم شرمنده کردن. پس نزن. فهمیدی؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ چرا پس میشده ای؟ خدا نصیبمون کند. وقتی که نصیبمون کند همه محکم زن. فرزند نمیشود گفتم مرا در همه جا تحقیر میکنی. تو این رو میخواهی. مقصدت همین است. توبه بگو نصرت جانم. من این خیل گپ ها رو نمیگویم. به دکتر رویم چی میشود؟ به تو چند مراتب گفتم که از دکتر سخن نکن. چرا نصرت؟ آیا میترسی که دکترها بیمارت میبرارن؟ من عیبی ندارم. فهمیدی؟ من عیبی ندارم. من بیمار نیستم. من نگفتم که تو بیمار هستی. شاید من بیمار باشم. من تیار هستم. برای چی تیاری؟ برای حیاتی فقیرانه؟ مادرم کجا رفتن؟ برای مادرم این خونه رو ترک گفتن دشوار است. خاتمه یافت. دیگر گپ رو دراز نکن. من رفته جامدان ها رو بار کنم. با چی بار میکنی؟ آیا ما ماشین داریم؟ با تاکسی می رویم. مادرم که آین تاکسی رو زنگ میزنم. تاکسی رو دعوت کردی؟ شما رو انتظار بودیم. حاضر زنگ میزنم. خانم اقبال، عمر کارجان آمد. تا رفتنمون صبر کرده نتوانیست. احمقها. خواهش شما را دیدن دارد. دعوت کن. آقای عمر، مرحمت. شاهزاده کارجان تو هستی؟ باز از من منتظری سخنی خوش هستی؟ اومدم که در یک مسئله مهم با شما صحبت کنم. گوش میکنم. از کدام نسلی پس انسان است نمیدونم. با کدام روی به اینجا آمدن. آخر انسان گفتنی یک ذره شرم باید داشته باشد. چرا اومدند؟ چی میخواهند؟ نفهمیدم. کاش او رو تنها نمیگذاشتید. او رو چشم دیدن ندارم. اگر او رو میدیدید نسبت او نفرت پیدا میکردید. مثل شیطان است. آقای اکرمی پدرتون کجاست و کارجان کجا؟ نومی پسشان سرشان ماند. چرا حسیاتتون رو در دلتون پنهان میکنید؟ چرا خودتون رو اینقدر غمگین میسازید؟ با بالا برآمده حقیقت رو برایش گپ زنید.
باور کنید خیلی غمگین شدم. این خیلی شدنش رو نمیخواستم. شخصا من غمگین شدم. حیات بعضا انسان ها رو با حادثه های خیلی بد غمگین میسازد. میدونم که زندگیتون تلخ شد. علاوه بر این همه این حادثه های تلخ پای در پای به سرتون آمد. دیگر نمیخواهم که زندگی شما رو تیره و تلخ کنند. این خیلی که باشد گبرو درست نکنید. نمیخوایم از اینجا درحال روید. تا یکون جای مناسب یافتنتون میتوانید در اینجا بملال استقامت کنید. میشود. یعنی چقدر که دلتون خواهد اینجا زندگی کنید. دخترم شنیدی؟ عمر کارجم به ما رحم کرده است. تا خانه یافتنمون میتوانیم که در اینجا زندگی کنیم. مرا خطا فهمیدید. نیتی من شما رو پس زدن نبود. خواستم به شما کمک کنم. احتیاج به کمکی تو نداریم. صدقه تو رو هم نمیخواهیم. راست و دروغ گفته همه ثروت ما را گرفتی. باز چنگ به ناموس ما میزنی. التماس نیتی من رو فهمید. ما ساده نیستیم که به آینه شما باور کنیم. حالا باشد روید. بلی راه رو به آقای عمر نشانده. برای قبول کردنتون تشکر. خوش باشید. خانوم نیهال اینجاست. با او خوردن میخواهم. نیهال دیگر به این کار مشغول نیست. اگر مشغول میشد هم با شما خوردن نمیخواست. با شخصیت شما وابسته ندارد. به نظابتان وابسته است. واقعا غمگین شدم برای همین کارها. گفته هایم رو به نیهال رسونید. هر مشکلی که پیدا شد زنگ زنید. همه وقت. بسیار انسانی با رحم میتابد. تشکر. خوش باشید. سلامت باشید. این پدرت چی گفتنش معلوم نیست. اول میگوید که بیچاره ها رو از خونه پیش نمی کنیم. گناه هست. باز از گپش گشته میگوید که شما آماده شوید. کوچیده در آنجا زندگی میکنیم. به خدا چی کار کردنم را نمیدونم. مونده نباشد مادر جان. رحمت دخترم کارهای تو تمام شد؟ قریب که تمام شد. اگر فردا پدرم امری رفتن ندیهم کارهایم را تمام میکنم. چی کار کردنش رو نمیدوند. این مردک را فهمیده نمیشود. دخترم از آشخانه رفته کم ترکک شیرینی بیار ما دهن ما رو شیرین کنی؟ اجان دخترک چی دست مادر؟ میرال جون دخترم چرا اینقدر رو افتاده می نمایی؟ برایت چی شد؟ میگوین که کار شب خنده روز مادر جان. اشیا را جمع کنم گفته سراسیمه شده سرم را در جوان زدم. بعد لبم یاره دور شد. خدا شفا دهد. نصرت یاردم نکرد؟ او مرد است. این خیلی کارها رو نمیفهمد. دیگر کار داشت. تمامی روی خط مالهای فروشی اینجاست. تمامی رسم اشیاهایی در شرکت به خانه بوده در اینجاند. رسم جواهرات ها هم مگر؟ تا سوزن و رشتهش اینجاست. بخیر است پدر؟ چرا میکابید؟ شاید چیزی که میکابید اینجا باشد.
رفیق شویم. با ما همکاری کردن میخواهید؟ عیناً شما بر اینها با ما لازمند. از اون که حقوقشناس و سرمحاسبی نو میگیریم شما با ما کار کنید خوبتر است. چی گفتید؟ با جان و دل. سالهای دراز در اینجاییم. شرکت را از آیله تیناز خوبتر میدانیم. چرا؟ چی کار کردم؟ چی کارم معقول نشد؟ برای قنصدانی ارشد خدمت با تو را کنم در میدان آنها. پدر بخیر است؟ در کجاست؟ خانم اقبال، تاکسی اومد. خانم اقبال، برای از این خانه رفتن شما بسیار غمگین شدم. غمگین نشو نوین، به نزدیکی باز برمیگردم. حالا باشد اجازه ده. خانم اقبال، آخر تمام اشیاهای اینجا از آن شما. قدر و قیمت اینها رو شما بهتر میدونید. خانم از اینجا با خود چیزی برای خاطر گیرید تا برگشتنتان به شما قوت میدهد. یک چیز گیرید که اینجا رو فراموش نکنید. هر گاهی که با نظر کنید به شما روی تازه بخشد. فراموش نکنید که شما قوتتان رو از خودتان میگیرید. این خیلی نمیشود. خانم اقبال، من شما رو تنها میگذارم. با طاقتان خوبتر الوداع کنید. در وقتی برآوردن یک قسم جواهرات‌های وصل شدند در کنج از طرف چپ. شما برایید. من مادرم را گرفته می آیم. مادر؟ تاکسی منتظر ماست. تو رفتن گیر، من می آیم. می رویم. رفتیم. بیرو گفتم.
خیلی شود دوستو. بعد از چند سال پیدا شد، حالا باشد میگوید فراموش کن. ای سرکش، آیا تو از تقدیر شکایت داری؟ هر کسی که از تقدیر شکایت کند حیاتش میسوزد. چندین مراتب اینها را خواندیم. آیا مگر اینها بیهودند؟ هرگز. اما دلم میسوزد، نفسم تنگ میشود. تو در جریان برق مانده ای. تو را قوه برق زده است. چهرهش نه، چشمهایش من رو به خود مفتون کرده است. گویا نابینا بودم. سالهای دراز نابینا بودم و با دیدار او بینا شدم. اوستا حس میکنم که اگر من با او باشم حیاتم دیگرگون میشود. بسیار بسیار زیبا میشود. راستی گپ خودم نمیدونم چه ها گفته ایستادم. نیتت خیر است. یعنی با نهال خاندار شدن میخواهی. این خیلی که باشد گپ را دراز نکن. سفسطه نخوان. هوایی سخن مگو. احساسات را با او نفهمانده از او عشق طلب مکن. با آدابانه رفته حقیقی بودن محبتت را اثبات کن. آغاز کار را با دروغ نباید سر کنی. درست است، اما نیال فهمد چی میگوید. من را رد نمی کند. استا میترسم که او را جاویدانه از دست میدهم. نصیحتی مرا گوش کن. اگر حقیقت را گپ نزنی آن وقت نهال را از دست میدهی. دروغ بالای دروغ عاقبت همش را برباد میدهد. از کار شر میبراید. گناه باشد انسان را به جهنم میبرد. این دایره فسق و فساد همین گونه چرخ زدن میگیرد تا اینکه تو را از راه برآرد. اگر نیتی خالصانه داشته باشی کار را به قفا نزن. شیطان را شاد مکن. کنی خودت را یک نشان ده. حقیقت زوال ندارد، اما حقیقت رو در هر جا گفتن نشاید. با من تعلق دارد دوستا. این سخن به شخص سخنگوی تعلق دارد. عارف باشد از این کار حصه خودش را میگیرد. این باشد از آن من، از آن عارف. دیگر بنده های خدا چیکار میکنند؟ من به این کاری ندارم. تو سخن کرده نمیتوانیم. من باشم خاموش ایستاده نمیتوانم. مثل قطاره در حرکت هستم. با کی حرف میزنی دوستا؟ تو گوش کردن گیر، گوش کن. من در این کار خیری نمیبینم. از همه خوب آنها رو با یکدیگر شناس نکردن لازم. خوبی کنم گفته این کار رو کردم، اما اگر عاقبتش چی شود با من لازم نیست. مادر در اینجا چی کار میکنی؟ روز بخیر. مرحمت گیرید. با کدام پول؟ اینقدر پول نداریم. نیهال با سر خوش آمدید. پول داریم. خوش آمدید خانم مرحمت. کلید اقبال خانم رو بیده. در مهمان خونه ارزان تر میستادیم چی میشد؟ نمیدونیم که فردا به سرمو چی میآید. مادامی که حالا پول داریم باید صرفه‌کارانه استفاده کنیم. باید در اینجا ایستیم. همش رو حل کردم. صبر کن، نتیجهش رو میبینی. خب باشد، شما تا این مدت مسئله رو حل کنید، بعد به من تماس گیرید. وقتم حالا تمام. منش تو بزدید. جنابی بینشتون مرا شناختید؟ دیروز با خورده بوده. بله یادم آمد. مادر برای همین شخص شده به اینجا اومدیم. یگان نقشه دیگر دارید؟ یگان شرطنامه میبندید؟ آخر ما صاحب شرکت هم نیستیم. لایحه داریم، میتوانیم فروشیم. مرحمت. چه خیلی لایحه بوده است؟ ما میتوانیم چیزها از دست دادمان رو برگردانیم، باز خانه رو برمیگردانیم. بسیار خوب مادر، اما ما این خیلی لایحه نداریم. مادر پس این لایحه در کجا بود؟ چرا تو امروز نبرآوردید؟ مادر نیهال بس است، کاردار نشو.
همین روز برآوردن لازم بود برآوردم. همه کار رو تو رسوا کردی، فهمیدی؟ کار دارده شو. چی شد اپا؟ نمیدونم ازگر، نمیدونم. میتوانیم امشب بخوریم. باید با تو صحبت کنم. جانکم آخر آنها در کجا ماندند؟ از این دیده بدتر چی می شود؟ راست میگویی که نبینیم عاقبتش چی می شود. که ببینیم قدرت و توانایی اقبال تیناس چقدر است. کی کاملا نیست می شود. تا دیدار جانکم، اگر خبرهای تر و تازه شنیدی فراموش نکن با من زنگ زن. میبوسمت. خیر اویله آنها به مهمان خانه رفتن، شنیدی؟ برایم مهم نیست. سری وقت خلاص شدی. گوش کن، نباشد مجبور می شدیم آنها را در خانه همون جای دهیم. چرا در دو همه آنها شمور انقدر شد میکرده باشد؟ کاری من با آنها چی؟ من برای پسرم خرسند شدم که سرش از بلا خلاص شد. من رفته هوای تازه میگیرم. خوراخوری میرویم گفته بودی. اشتباهیم گشت. دو سه ماه شد که تبسم رو لبم ندیده بود. گویا که درون چاهی بودم و تو دستی کمک دراز کردی. کاش که بودن تو رو نمیدونستم. خوش آمدی فقیر بچه. دیر کردی؟ اویا از اتوبوس دیر موندی؟ یگون چیز شد مگر؟ پریشان حال میتوبی؟ نه. بسیار پریشان خاطر بودم. تو سری وقت مراجع زدی. باید با تو صحبت میکردم. باید تو از بعضی چیزها خبردار شوی. تو هم باید از بعضی چیزها خبردار شوی. حتی تو مرا نمیشناسی. من دختر ثروتمند نیستم، یعنی حاضر نیستم. میخواهم که همه چیز رو درباره من بفهمی. التماس گوش کن. این مراتب مرا خاموش کردن نمیتوانی. میخواهم که در بین ما سیر نباشد. با تو تمامی حقیقت رو میفهمونم. از سر من چیزهایی که نگذشت. صاحب یک شرکتی کلان بودم، اما مفلس شدیم. نوید، در اینجا چی کار میکنی؟ تا این را شبها با آغوش نمیگرفتید خوبتو نمیبرد. دیدم که فراموش کردید و من این را آوردم. فراموش نکردم، خودم نگرفتم، کلان شدم. راست میگویید. اکنون خوبی شما رو پریشان میکردگی دیگر کس هست. از چشمانت فهمیدم که به تو مرکورجان پسند است. از چشم شما یگان چی دور نمیماند. راستش رو گفتم. آقای عمر هم جوانی زیباست، هم با وقار است و هم پسری خاندانی ثروتمند میباشد. نگاه شما رو دیدم. باور کنید نگاه شما بیهوده نبود. نوین، او از اویله کورجان است. میدونم که از آنها رنجیده اید. شما رو به این حال آنها گرفتار کردند، اما شاید با سبب نجات شما آنها شوند. گوش کنید، اویله کورجان بسیار هم ثروتمند است. تو رفت ثروتمندتر میگردند. مال و ثروتشان زیاد شده است. عمر کورجان باشد در این مال و ثروت شریک است. اگر تو با او خاندار شوی، صاحب تخت این خاندان میگردی. آیا نمیخوایی که از کنج این مهمان خانه نجات یابی؟ البته میخواهم. من به تو از همه راه آسان رو نشان میدهم که موفق خواهی شد. این عمر کورجان. بسیار خوب فکر کن. پدر بیچاره برای رخت کردن یک کار سعی کوشش کرده بود. باور دارم که اگر او زنده میشد حل این مشکلی را میافت. اما کورجان ها آنها سبب شدن که پدرم. گوش کن،
آنها تخمین نکردند که کار تا به این درجه میرسد. فکر تجارت را کردند. آنها نه برای تجارت، به خاطر ضرری ما تلاش کردند. آنها را نمیشناسی. تو آنها را چقدر میشناسی؟ ها؟ از کجا دونی؟ شاید اشتباه کنی. تو آنها را خوب نمیشناسی. کمی خوبتر فکر کن. آنها تنها یک مقصد داشتند، مرا نابود کردن میخواستند. از این سبب هر کاری که از دستشان آمد در حق من کردند. گوش کن، میدونی امروز در خانه ما چه حادثه روی داد؟ عمر کورجان به خانه ما آمد و گفت که همچون صدقه در این خانه چند روز بیستید. عالی جناب به ما کمک کردن خواسته است. شاید در حقیقت میخواهد کمک کند. اگر این قدر انسانی خوب میشد اجازت نمیداد که کار به اینجا برسد. عذر میخواهم، برای تو غمگین شدم. اگر اینا را فکر کنی فکرت ویران میشود. ها تو چی؟ با ما چیزی گفتن میخواستی؟ خب من تو چی؟ من نمیخواهم. به این هم فکرهای زیاد خوابی مرا پریشان کردند. نوش پسرم، نوش قهوه رو. قهوه از دست زند. اگر ننوشی خفه می شود. نوش، رد نکن. بینوش پسرم. پدرت در کجاست؟ به حوله برآمد. میخواهم بیگناه بودنم را اثبات کنم. شما در حق من تهمت کرده. یگان کس را تهمت نکردم. چیزی که دیدم همان را گفتم. بیهوده لاف مزن. چیزی که باشد پرداخت میکنی. حمدی بای قهوه آوردم. با چای نوشیدن وقت ندارم. من کاری ضروری دارم. میستر برشتین؟ هلو میستر برشتین. جناب برشتین؟ خوب می شود اگر صمیمی باشه. میدونم که برای نجاتی ما تلاش داره، لیکن نترسید، تنها نیستید. هر کاری که از دستم آید میکنم. برای نجات یافتنمان دیگر راه نمانده است. شاید یگان راهی باشد مادر. شاید من یگان راه یافته باشم. چی شد؟ چی میخندی؟ چون که خوشحالم. میدونم که با حیاتی بد روبرو شدم، اما باز هم شدم. خودت گفته بودی که این تقدیر است. با تقدیر شکر میگویم که تو رو پیدا کردم. آخر کمک کردن نتوانستم. حاجت نیست. تو مثل درختی بزرگی با قوت هستی. همراهی تو بودن برای من کافی است. همیشه من مثل درختی بزرگم. درختی هستی که به قعر زمین ریشه دوانده ای. هرگز نابود نمیشوی. بعضا میترسم که تمام این خواب نباشد. میترسم که یک روز از این خواب بیدار میشوم.
اشتباه میکنی. میستر برشتین. سلام میستر برشتین. ناراحت نکردم؟ خانم تناس تشکر. شما هم در اینجا هستید؟ با شما همراه شوم؟ مرحمت چینید. برای من شرف است. خیلی مهربان هستید. شما چیزی خوردن نمیخواهید؟ خوراک های فرانسوزی این آشخانه را بسیار هم دوست میدارم. من هم دوست میدارم. برنامه خیلی طول کشید، اما یگان مشکلی نیست. وقت برای صحبت کردنمان بسیار میماند. با شما نشستن برای من شرف است. با شما خوراک خوردن و در رفت خوراک خوری کارهای تجارتی را مصلحت کردن بسیار خوب می شود. لیکن در کدام موضوع؟ درباره تیلوی تیناس. در دست یک لایحه بسیار دقت جلب کننده دارم. عجیب. خوراک فرمایش ندادید؟ پیش قسمت. برای گم شدن رشد مطبوعات را گناهکار میدونم. سوگند میخورم که این دروغ است، تهمت است. دزدی کردنت روی گل خانم دیده است. یکم کس رو تهمت کردم. اون چیزی که دیدم میگویم. بیهوده لاف مزد. جزایش چیزی که باشه پرداخت میکنی. اینقدر سراسیمه نشوید. لایحه به یگان جای نمیگریزد. مرا ثروتمند میکنی. چرا سراسیمه نشود؟ در حقیقت پروژه های قیمت بها داری. باور کنید این لایحه ها بازار نرخ را به جوش می آورد. چندین سال شد که این لایحه ها را آماده داریم. اینها از لایحه تیلوی تیناس دیده گرانتر می باشند. اینها را بر روزهای مهم نگاه می داشتیم. اگر خواهید که به بازار ترکیه داخل شوید، باور کنید اینها تنها برای شما لازم می شوند. راستی سخنهایت مرا به هیجان آورد. زودتر آنها را دیدن میخواهم. حتی اگر امکان باشد خودی حاضر. البته حاضریشون میدهم، لیکن خب فکر کنید آیا شما میتوانید اینقدر پول کلان را سرمایه گذاری کرده توانید؟ اول لذت خوراک های فرانسوزی، مهمانخانه و استانبول رو گیرید. پگاه برای شرطنامه بستن وقتی زیاد داریم. خوب شده است، اما فردا را به صبرانه منتظر میشم. اون دختر عاشق شدنتون رو پدرم میدونند. این گپ ها بین خودمون میماند. کی با حقیقت رو میگویه؟ فرض کن که سخنهایت حقیقت است، اما حقیقت رو در هر جا گفته نمیشود. گفتنی سخن هست. می رو میدونی؟ این سخن با من هم تعلق دارد. نباشد همیشه با او دروغ میگویید؟ دروغ نمیگویم، تنها حقیقت رو از او پنهان میکنم. این خیلی رو نگاه نکن. نباشد او رو از دست میدهم. من غمگین میشم، اما حیاتی او باشد میسوزد، چون که یگانه چیزی که او رو در زندگیش خوشحال میسازد پسر فقیر است. اگر حقیقت رو فهمیدی؟ هیچ گپ نه. این روز رو هم پس سر میکنیم. همراه من شد و همراه من پرقوت میشود. نمیخواهم که خرسندی او رو ویران کنم. جانکم میخواهم که خوشحال باشد. این راه بهتر است. تو نفسی آخرین این سیر رو نگاه میدارم. فقیر پسر رو نمیکشم.
مادر بر وقت خوابیده است؟ آیا بیمار است؟ ازگار چرا خوابیده است؟ عمر کارجیان را دیدی؟ از افتش بیزارم. چرا؟ هیچ، من دیدم. آنقدر شخصی بد نیست. حتی یک شخصی ساده و جوان مرد میتابد. ثروتمند، هم جوانی زیبا و هم قد و قامتی عجایب دارد. پری، از این سخنهایت خوشم نمی آید. خوبترش دوام نده که بودن آنها را فراموش کنم. مادر، چی خیل گذشت؟ مثل که میخواستم هم خیل گذشت. لایحه دقت بیرشتاین را به خود جلب کرد. از خواسته‌مون زیادتر پول کار کرده میتوانیم. میتوانم لایحه را ببینم؟ چرا؟ اینها رو هم برباد میدهی؟ میتوانی اقبال، این آخرین فرصتت. میتوانی. در دستت دیگر چیزی نمانده است. میتوانی. مجبور هستی. ای دنیای دو روزه، عجب کاری است. چرا من خیلی شدم؟ هوس‌هایم نابود شد. شکر خدا بگو استاد. چخیل شدم؟ نه میشوم باید گویی. فهمیدی؟ از کی باز تو اینقدر انسانی حقیقت پرست شدی؟ اکنون نوبت من رسید. او زمان در حق من تهمت کرده بود. من با راه خوبی حقیقت رو میفهمونم. انا میبینی؟ یعنی گشته و برگشته باز به او خوبی میکنی؟ پس فرق بین خوبی و بدی چی میماند؟ استاد او به من تهمت کرد. من باشم به او خوبی کردم. تمام مالهای او را با پول حساب کرده قبول کردم. زندانی نشود گفته. حالا باشد خودت او را زندانی میکنی؟ گویا خوبی کردی. همدی از کاری کردت پشیمان شده نباید برگردی. یعنی در لحظه کوتاه مرد بودن خودت را اثبات کرده نمیتوانی. او حق نبود استاد. اگر از بحرش گذارم پس حق به اقداد نمیرسد. از پیش خودت حق و حقوق نبرار. سری بیران شدهت را به کار در آورده کمی فکر کن. وقتی که به استانبول آمده بودی مثل قشاق‌ها جای خواب بجستی. حق به جانب شما استاد. در این سالها شما دستی مرا گرفته نگاه و بین کردید. من اینا فراموش نمیکنم. تو گفتنی که حق من حق بوده است و حق عائله تناز نه. آنها به تو کمک کم نکردند. به تو جای کار دادند، خوراک دادند. وقتی که ناچار بودی آنها از تو روی نگرداندند. همین طور همدی به مشام من از سخنهای تو بوی حق و حقوق نه بلکه بوی کبر و غرور می آید. از دوری های دور بوی این نجس را می شناسم. در این دنیا فریفته کبر و غرور نشو. از احتیاجمندان روی گرداندن خصلت انسانهای بد است. زیبی دست مدد دراز کردن است. نباشد آن دست از ریشش کنده می شود. در میدان تنها مانده دیگر دستی دعا برداشته هم نمی توانی. این سری تو
پر از نفس و هوس‌ها شده است. خوش آمدید آقای حمدی. مبارک شود. وای بر حال من، این حول اینقدر کلان است. هیچ گپ نه. بسیار کلان دیگر است. چی گویم دخترم، خدا عاقبتش را به خیر گرداند. بله بسیار هم زیباست. خانم نوین خدمتگاری خانه است. از ایام کودکی در خدمت عائله کناز بود. اگر او را قبول کنید اینجا کار را دوام دهد. یگان جای دیگر برای رفتن ندارم. از دستم یگان کاری دیگر هم نمی آید. اگر رو گوید می روم، ایز گوید با جان و دل کار می کنم. اینجا بسیار هم کلان مثل فرودگاه. نصرت بسیار هم خونه زیباست. همه خیلی این خانه میدان اسب دوانی باشد. در اینجا ما اسب می دوانیم. حمد بای، این خانه برای ما بسیار هم کلان است. برای کارجنها این خانه کمی می کند. باید چشم مردم در روی شما باشد. زیباست خانم زیباست. برو تماشا کن. مادر جان بیا رفته تماشا کنه. مایلش دخترم. با گرد و اطراف خوب نظر کنید. باز یگان نقصان نباشد. بسیار هم زیبا. اوه، با تو همه چیز معقول می شود. شوخی کرده ایستاده است. من وقت ندارم آخر. همه کار بوله کن. ای از اونی کی است اکا؟ تقدیر. پیش از ما اینا در اینجا انکو. با فکرم این از عائله چیناس ها کنی به من ده. اهی توبه بسم الله. با این روی مال ما را جادو کردن. باید این روی مال را سوزانه. ینگه چه خیلی جادو فراموش کردند. این را شمال داده جادوهایش را دور کردن در خاطر تویده. ینگه اکا با کجا کاری مهم دارد. چی شد مادر؟ خوب هستی؟ پسرم میگویند که مال مردم نصیب نمی کند. دلم تنگ شد. حالا آنها در کجایند و ما در کجا؟ خدا خواهد همش خوب شده می رود مادر. اوه من باید روم. دیر موندم. با کجا اکا؟ کاری مهم داره؟ البته کاری مهم دارم جانکم. آیا تو یگان مرتبه کاری بیهوده یکت رو دیده ای؟ من تو رو میخورم خسروچه. ای اکا سلامت باشه دکه. صدری این چی حال است؟ پس مانده تو می باشد مادر. پس مانده تو. با مروری زمان فراموش میکنی. با دختری نامناسب خاندار نشدنت بهتر است. خب کن بس است. دیگر گپ نزن بس است. تو گفتی من کردم و چیزی که خواستی من کردم. حالا خب کن. از برای یک دختر شده مادرت را ازالت میدهی؟ دیگر مرا عذاب نده مادر. مادر این دختر دیگر وجود ندارد.
پاپا بسیار خوب شد که پینالتی دادی. اگر پینالتی نمیدادید حالا ما لحمه جون نمیخوردیم. هر هفته برای لحمه جون بازی میکنید؟ بله هر هفته که عمر لحمه جون میخواد. عمر هر هفته مغلوب میشود؟ بله. همیشه در دسته مغلوب بازی میکند؟ در یک دسته بازی را از آغاز میکنه. در رفتی بازی کدام دسته که مغلوب شود با اون دسته میگذارد. بعد برای ما لحمه جون میخرد. لحمه جون خنک میشود. ما آب رو بگیر. لازم نیست که اومن مادرم جنگ میکنم. از برای ثواب پولت رو گیر با مادرت میدهی. آخر گفتم که خودت صرف کن. مادرم کارکابی را پول کار میکنم گفت. اگر نگیری خداوند از ما راضی نمیشود. قسم میخورم در این دنیا که دارنده است دیگری ندار. لیکن اگر دارنده به شخصی ندار دهد پس الله به هر دوی آنها ثواب میدهد. پس چرا تو مانع ثوابی من میشوی؟ بگیرو زود به سر میز. رحمت که اومد. رحمت رو به دوار گوید نباشد خوراک نمیخوردید. با هم اتونیش توی خوب تمنا دارم و دوار تشکر گوید که اون زیافت رو برای شما تشکیل کرد. با من نان رو بیده جورا جان. ماه بگیر. تشکر. با من چای بیده. ماه بگیر. بخیر است. باز با کجا رفته بودی؟ کمی با یوز صحبت کردم. پدرش سالی گذشته در صدمه وفات کرد. هنگامی روبوچین کوچه او را ماشین زد. سلامتی مادرشون قدر خوب نه خیش دارد و نه تبار. کودک بیچاره غمگین. تو باشی با این راه او رو خرسند میکنی. این قدر وای من نکن. یک خوراک عادی خریدم. عمر تو چی کاره هستی؟ گپ نزدی. درباره خودت هم یکون چیز نگفتی؟ یک پسر فقیر هستم که دولت معاش میدهد کم و بیش. من جدی میپرسم. گپ رو دراز کردی بای دختر. خیس بیا خوراک رو خونو کنی. چیکو خوب دنگیر دوستم. چیکو دروازه‌بان است. دروازه‌بانی بهترین. خوب دنگیر. اگر چیکو خوراکش رو خورد دیگر هیچ کس با او گل نمیزند. اشتوی خوب. وو خانم تناس خوش آمده. سلام جناب برشتین. از دیشب تا این جانب پروژه های شما را خیال میکردم. اکنون میتوانم بینم؟ جناب برشتین یک مسئله خردکک پیدا شد. فردا خواهید دید حتما. چنانه که میدانید من فردا سفر دارم. پیش از رفتنم حتما دیدن میخواهم. با دقتتون تشکر. فردا حتما خواهید دید. شب بخیر. شام بخیر. حال مادرم بسیار بد شده است. چرا ندار اومد؟ نمیدونم. شاید فکر میکند که آهسته آهسته رو به فقیر میاریم. پری تو چی کار کردی؟ سحر ناگهان غیب زده بر اومده رفتی؟ به شرکت رفتم. با عمر کارجان بخوردم. چرا تو او رو تعقیب میکنی؟ کاری تو چی؟ آخر رو دوست داشته دارد. با تلفن گپ زد جانکم گفت. بسیار خوب. از او دوری جوی. عجبا این دختر چه خیل باشد؟ با چه خیل میشد؟ مثل خودش یک دختری بد اخلاق بد روی با تینش افلاس بودگیست. شاید همین طور است. پری وقتی که خورد بودیم همراه پدرم به یک دیه رفته بودیم. نامی آن دیه چی بود؟ نمیدونم. چرا پرسیده؟ آیا این پسر فقیر رو با اونجا میبرید؟ برای یک موضوع اومدم. حادثه که شأن و شرف انسان را یتیم میکند. این دروغ، این تهمت است. خدا شاهد که تهمت.
یک گل خانم دزدی کردن برای گل خانم است. شما انسانی دلسوز هستید که از خدمت آن زنان دارو میگریزید. کاشان داغی سیاه پاک میشید. شما برای شخصیت را تهمت نمیزیبد. با فکر فرو رفتید؟ قهوه تا خنک شد نمی نوشید؟ تشکر خانم. روزهای آخری قطر درباره چی فکر میکنید؟ با من نمیگویید؟ خیلی موندم. نمازم رو میخوانم و رفته میخوابم. خیر. شب بخیر آقای شاهین. جای زیستی اقبال خانم رو میدانید؟ خانم صبر و طاقت کردن نتوانسته به اینجا اومدم. با خوری با عمر کارجان چه خیلی گذشت؟ بعد حادثه ناخوش شد. چه خیلی؟ چه خیلی؟ آخر عاشق دارد. آیا این کار حوث شما رو شکسته کرد؟ ارده گفتن یک جوان بود. به خاطر دارید وارث نیویورکرن. تمام دخترهای زیبا از قفای میدویدند، اما در آخر از آن شما شد. بله، گریخته نتوانست. گریخته نتوانست برای اینکه شما پریتی ناز هستید. تو با امروز جوان نمانده است که شما او را مفتونی خود نکرده باشید. راست. شما باید رقیب خودتون را خوب شناسید. همین خیلی؟ کنین خانم کی باشد؟ رقیب خود را شناسید. از دنبال این ماشین شو. جزدانتان را با من دهید. به همینجا بذارم؟ مرحمت. تشکر. مرحمت.
سلام. سلام جناب برشتین. آوردید؟ بله. بسیار خوب. خیلی شدم. عالی. маслиҳат карданамон дар кор хонум иқбол. تو در این جایها سیر و گشت میکردی بوی دختر؟ سورپریزی من همین بود. با تو خوراکی کشکولی زیافت میدهم. میبخشی ولی که پولم همین قدر بود. خوراکی کشکول تمام نشود بوزا؟ فقیر دختر. این چی سخن است؟ مرحمت. در کجاست؟ در کجا؟ جین زند او رو گم کردم.